دری گویشی از ترکی. در این ویدیو با تمام جزئیات به سراغ این موضوع میریم و کلمه به کلمه، جز به جز این واقعیت رو بیرون میکشیم، نشون میدیم. زبان یک نوع از موسیقیه، یک نوع از صداست. اون بشر اولیه وقتی شروع میکنه به ارتباط گرفتن با جهان پیرامون خودش، صداهایی رو میشنوه و شروع به تقلید اونها میکنه. صداهایی که از طبیعت به گوش اون میرسه. صدای شرشر آب میاد و شر در ترکی رو شکل میده. وقتی صدای مهیبتری از اون میشنیده، شر در ذهن انسان اولیه شکل میگیره. یا مثلا صدای پر زدن پرنده، پر شکل میگیره، پر. میبینید صدای اولیه، چیزی که ما میشنویم، این حروف صداهای میانی رو داره. به خاطر همینه که ترکی 9 آوا داره: ا، ای، او، آ، او، ای، ا. اون صدایی که میشنوه، خب باید این صداها رو در حلق، باید حلق کاملی داشته باشه که بتونه اونها رو تقلید بکنه. و به خاطر همینه که ترکی صداهای تکمیلی داره. پر میشنوه و پر رو شکل میده. صدای باد رو میشنوه و کلمه به سراغش میاد. نه اینکه از اول شکل گرفته باشه، شروع به تقلید اونها میکنه. ببینید ما برای چی آواز خوندن برامون کار بسیار ارزشمندیه، بسیار زیباست. تقدیر میکنیم هر کی که خوب آواز بخونه، چون که حلق انسان از دوره ناندرتال که به هوموساپین ها وارد میشیم و شروع به تفکر میکنیم، شروع به ساخت میکنیم، این قابلیت ساخت هست در ما. یعنی اون صداهای اولی ما خارج از این نبود، کلمه ای نبود. ما از بدو شروع به رشد انسانی که کلمه نداشتیم، زبان نداشتیم. برای ارتباط شاید اصلا ارتباط رو نمیفهمیدیم. کم کم این ارتباط ها شکل گرفت که میتونیم ارتباط داشته باشیم، میتونیم به همکاری با هم بپردازیم، میتونیم اون مفاهیم گسترده تری رو خلق کنیم و برای فهم و درک و انتقال و ساخت این مفاهیم اومدیم کلمات و بعداً برای این کلمات و لغات و زبان اومدیم خطوط رو شکل دادیم و نوشتیم. یعنی خط، اون چیزی که به اسم الف با میشناسیم، از الف و ب بین النهرینی که در سیستم ترک، سیستم بدوی اولیه ترک ساخت اون تامغاست. برای هر شکلی، چون هر صدایی رو میشنوه، بعد این صداهای اولیه که شنیده میان به شکل تامغا درج میشن و اون بنیه و اساس اولیه زبانی رو شکل میدن. حالا اینجا صداهای اولیه از طبیعت: شرشر آب، شر، پرنده پر میزنه، فر میاد میرسه به فرتنا و اون مفهوم گردباد. و میدونیم این صداهاست که به بشر داره آموزش میده و بیس زبان اینه. حالا در هر منطقه جغرافیایی این متفاوته. مثلا در جاهای وسیع، در دشت‌های وسیع، اون بیس اولیه ترکان که قسمت شمالی هست، این دشت‌ها وسیع هستن و برای ارتباط نیاز به ادای کلمات از درون دیافراگم داری و برای اینکه بتونی ارتباط برقرار بکنی باید نیروی بیشتری برای اینکه اون کلمه رو ادا بکنی موجود شده، یعنی به وجود اومده. و این فرق ترکی با هندی رو مثلا اینجا میسازه. هندی یک جای گرم، سرزمین هایی که خاک حاصل خیزی داره، مردمانش نیاز به حرکت ندارن، همونجا ساکن بودند و کشاورزی میکردن در طول سال 3 بار 4 بار، هر چند بار که به هر حال اونجا خارج نمیشدن، چون زندگی ترک در نواحی شمالی آمیخته بوده با تغییر مکان، با این نیاز باعث میشد که به فکر حرکت کردن بیفتن. حالا این یعنی جغرافیا هم یک بخش از شکلگیری زبانه.
یعنی climate effect یک بخش از یعنی آفتابی، نمیدونم سرد، گرم، محیط دنس، جمعیت زیاد داریم، کم داریم، همه اینها باعث شده که در اون شکل‌گیری اولیه زبان ما بیایم تفاوت‌ها رو ببینیم. مثل چیزی که در قیافه‌ها رخ داده. ببینید انسان یکیه، انسان خارج از یک نژاد نیست، ولی بر اساس مناطقی که رفته، اون مناطق آب و هوایی که دارن. آقا شما مثلا یه 2 نسل برو شمال، اصلا 2 نسل 30-40 سال برو شمال، اون رطوبت هوا کم کم دیگه اون استخوان‌های تو رو نرمتر میده، دماغت بزرگتر میشه، پشت کلت صاف میشه. چرا؟ چون سرتو میذاری رو بالش، این رطوبت و نمی هوا مثل اون مثلا تخته هایی که رو هم میچینن وقتی مرطوبن میتونن شکل بگیرن، یا سبد بافی وقتی مرطوبه اینها رو در یه قالبی میچینن و این شکل رو میگیره، ولی بعد اینکه خشک شد پس این رطوبته. خب پس این آب و هوا نه تنها در ظاهر که در زبان هم تاثیر میذاره. در اون جغرافیای هند که دنس جمعیت بالاست، زمین ها خوبن، نیاز به حرکت زیاد نیست، زبان دهانی شده، همینجا صحبت میکنن. اگه گوش بکنید کلمه ها رو گرد میکنن توی زبان، که این خصوصیت در فارسی جدیداً نامیده شده که نام اورجینالش و اصلیش و واقعی و علمیش دریه. این دیده میشه. چرا؟ چون محل تولدش اونجاست. درسته که ترکیه، گویشی از ترکیه که الان با تمام جزئیات بهش میرسیم، ولی چون محل تولدش اونجاست این خاصیت آب و هوایی باعث شده یه خورده رنگ، یعنی الان میبینی من دهانی صحبت میکنم، اگه ترکی بخوام صحبت کنم دیافراگم من هم فعال میشه و این تغییرات حتی در ساختار من، در شخصیت من، یعنی اون زبانی که صحبت میکنی در ساختار، شخصیت، تفکر شما، حتی هوش شما تاثیر میذاره. ترکی که 30 و چند هزار کلمه داره ذهن رو بیشتر درگیر میکنه، کنجهای بیشتری داره، هی این پالس ها میان و میرن و ذهن شما فعالتر، قویتر میشه. به خاطر همینه که اون نیمه بالایی همیشه درصد هوشیشون بالاتره. حالا سردی هوا یک طرف. به اینجا برسیم. این طبیعت داره با انسان اولیه حرف میزنه، یه سری صداها داره. این موسیقی طبیعته، موسیقی طبیعت که به گوش اون میرسه و این سعی در تقلید اون میکنه. در ابتدا قابلیتش رو نداره. یک زبان که یاد میگیرید میبینید اولش سخته براتون که بتونید اون رو تقلید بکنید. مثلا آلمانی گوش میدید یه سری کلمه ها رو هر چقدر میگه، مثلا کره‌ای یه سری حرف ها داره نمیتونید تکرارش بکنید در وهله اول، ولی با گوش دادن شادوینگ میگم بهش. تکنیک شادوینگ یکی از بهترین تکنیک هاست اتفاقا برای یادگیری زبان. گوش میدی تکرار میکنی، مثل روشی که بچه یاد میگیره از مادر حرف زدن رو. و با تکنیک شادوینگ، گوش دادن و تکرار اون، تقلید اون، بشر اولیه شروع به تقلید صداها کرد و کم کم نزدیک به اونها شد. از شرشر شر، شار شر شر، از صدای پرنده، از صدای باد و همچنین صدای شکستن خر. وقتی شنید که مثلا سنگ ها فرو ریختن خر، این صدا رو گرفت، صدای خردلاتماق، خرد شدن، که در همین خردلاتماق خرلاماق، ببینید این بیس ترکی، کلمه ترکی در منابع ترکی دیده میشه. بعد میاد در دری کلمه سازی میکنه. دری یه شکل از مثلا حرکت چند هزار ساله ترکی داریم، میرسیم در 1500 سال اخیر که نهایتا 1500 سال. بله، چون شکل اولیه زبان در جامعه سوداق، ترکان ساکایی سوداق، در جامعه سوداق پدیدار شد که وسط جاده ابریشم بود و این زبان پیجین به وجود اومد. زبان پیجین یک بخش از زبان هاست که سرهم بندی شده. میتونه اهداف تجاری داشته باشه، میتونه اهداف مثلا کسایی که یک منطقه رو کلونی میکردن برای اینکه زبان خودشون رو وارد بکنن این زبان رو. اولیه این زبان تجاری بوده، اهداف تجاری بر سر جاده ابریشم بود. بعد
میاد و ارتقا پیدا میکنه در ادوار اسلامی برای اینکه عقاید و تفکر اسلامی رو به اون منطقه، به هند انتقال بده. حالا این بشر اولیه که داره هوش رو صاحب میشه، مغزش داره بزرگتر میشه، شروع به حرکت کرده، شناخت دنیا میشنوه، تکرار میکنه و آواز از همین بیس هست که محترمه بسیار. یعنی آواز خوندن، چون این بشر اولیه در دی ان ای ما هست که صدا تقلید کردن، صدا سازی یک چیز بسیار با ارزشیه. پس این صدا سازی که بعداً میاد میرسه به نقاط پروفشنال حرفه‌ای اون، میرسه به آواز خوندن. پس آواز خوندن در ذهن ما، در دی ان ای ما کاری هست که اوه چه کاری داره انجام میده. چون اون بشر اولی خیلی تلاش کرد برای اینکه شادوینگ بکنه، برای اینکه صداهای طبیعت رو تقلید بکنه و ترکی دقیقاً این خصوصیت رو داره، از صداهای طبیعت گرفته شده، عجین هست با صداهای طبیعت، چون طبیعت اون رو شکل داده. و نه تنها زبان، افکار هم به همین شکل داده شده. یعنی شامانیزم شده در انگلیسی، افکار کهن ترک که مجموعه الهه ها داره که الهه اصلی اون که در برگیرنده تمام اونهاست که ما بهش میگیم تک خدایی، تنگری هست. و در دل این تنگری که حالا خدای آسمان بیشتر جا گرفته، ولی تمام خدایان در دل همین تنگری هست که در سومر به عنوان دینگیر هم مورد استفاده و مفهوم اون دقیقاً چیزی هست که در سامان داریم که به شکل شمن هم در اشعار ما هست. میاد و خودش رو نشون میده. یعنی این تفکر باز از طبیعت گرفته شده، مثل زبان. این ساخت خود حرکت طبیعی رشد بشریه. میایم به این کلمات اولیه، کلمات اصلی، میایم به ساختار تفکری، به جهان نگاه میکنه، آسمان رو زیر نظر میگیره، میبینه که یک نقطه در آسمان ثابته و همیشه، میبینه که فصول داره تغییر میکنه، با این حرکت یک ارتباطی رو پیدا میکنه و از این ارتباط میفهمه که اونجا مرکز جهانه، ستاره قطبی، دمرگازه یلدزه. پس این تفکرات که در ادامه کل زیرساخت سامانیزم رو میسازه، اون چرخ فلک، نماد تنگری که در مللی دیگه با اسامی مختلف، نمیدونم صلیب و نمیدونم مشاهده میشه، یا در هند سواستیکا، این تفکر اولیه است که میرسه به اونجا و تشعشعات اون در ملل دیگر با کلمات دیگری که ساختن در حوزه خودشون یه شکل میگیره. حالا میایم به کلمات کم کم شروع به ساخته شدن میکنند. کلمات اولیه ساخته شدن، یک سری نمادها از خود طبیعت، مثلا کوه رو نگاه میکنه، میخواد اون رو بنویسه، یه شکل از اون میکشه. یا مثلا تیر ساخته برای اینکه زنده بمونه و این تیرش یک شکل رو میسازه. خورشید رو نگاه میکنه، یک گردی میکشه، وسطش یک نقطه میذاره، اون تشعشعاتش رو اون گردیه نشون میده و این میشه تامغای خورشید. و دونه دونه تک به تک اینها، یا در تامغای ستاره تنگری، نماد دینگیر، این حرکت رو که دیده، اون رو به شکل چند صلیب روی هم که در سومری دیده میشه که یک ستاره شش وجهی رو میسازه، که همین نمادی که ما الان استفاده میکنیم در پروفایل همون، برای اینکه وحدت تاریخی ترک رو نشون بدیم. این ساختار، این بیس شروع به حرکت میکنه، ساختارهای گسترده تری. مثلا گا شکل میگیره، گا که میاد به شکل گازماخ، کندن، یه چیزی رو میکنه، شروع به گازماخ میکنه، سنگ رو کند، کازماک، کاوماک، کندن، گازماک و بعدش خالی کردنش گاوماک. وقتی میکنه، گازه، کاسه درست میکنه از سنگ، شروع به خوردن میکنه، گاشق، گا از همین مصدر، از همین کندن هست. یعنی اون شکل اولیه بشری این رو ایجاب میکنه و گاشاماق رو شکل میده، یعنی خارش، با خاروندن یا با جدا کردن سطوح، با ارتباط سطوح به هم، گاشاماق،
قاشق رو، اون وسیله که این رو انجام میده. ببینید همه اینها از یک بنیه یا گاب یا قبر یا مثلا تمام اینها میرسه به گازماک، یک شکلش گاز، یک حرف بهش اضافه میشه اون مفهوم رو میرسونه. در اون گازه که شکل گرفته یه جایی رو کنده، خب اینجا گودال شده، گاودال، گا داره در خودش، گاوماک. بعد اینکه میکنه اون فضا خالی میشه، خالی کردنش رو گفتیم گاوماک و از این گاوا خالی پدیدار شده. گاوا هوا رو میسازه، گاوال تبل رو میسازه که توش خالیه و تمام مفاهیمی که گاوا داخلشون هست، مثل کووا در استانبولی یا همون کندوکاو خودش از کجا نشأت گرفته؟ همین گازماک و کاوماک. میبینی این حرکت اومده و در یک مسیر یک جایی رسیده به دری. پس ما با فهم درست زندگی بشر میریم توی قضیه، از اینجا شروع میکنیم که چجوری خودمون رو به جای اون میذاریم. کم کم شروع کردم به صدا سازی، به تقلید صداهای طبیعت و این صداهای طبیعت رو در ترکی میبینم. چاک 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 چاک، وقتی سنگ رو به سنگ میکوبید این صدا رو میشنید و این چاکماک رو پدید آورده. چاکماک، چاک، چاله، میبینی همه اینها. یا مثلا چاکماک به معنی چخماق که در دری شکل داده شده از همین صدای چاک 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 چاک. یا تاخ 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 تاخ، وقتی تخته رو میکوبیده این صدا ازش بلند میشده، تاختالاماق اومده بیرون، تخت ازش ساخته شده. کلماتی که با انشابات، با سوفیستیکیشن، با پیچیده سازی از دل این، وقتی زندگی ما پیچیده تر شده، وقتی نیاز به مفاهیم بیشتری داشتیم، اومده اینها شکل داده شده. مثلا بعداً این آواها اومدن شکل گرفتن و وقتی تقلید کرده، نشسته اینها رو بررسی کرده، دیده که خب من الان 9 تا آوا رو دارم، میتونم صدای اونا رو در بیارم و بر اساس این کلمات اولیه‌ای که از صداهای طبیعت گرفته بود ترکیب کرد و بالاتر اومد و امروز این زبان ترکی که کاملترین کلمات برای هر مفهومی چندین کلمه، اشتباهات خیلی هم مردم اینه که میگن مثلا ما برای فلان چیز در ترکی فلانه، مثلا در مورد سو، نه ترک ها سو میگن. نه عزیزم، بنابر اون تجربه‌ای که داشته 3 تا کلمه ما در ترکی شکل دادیم. ببین من تجسمم اینه، اووماک، او رو شکل داده که در او، آو 3 چیز اصلی زندگی مشخصه. اوولماک، فعلی که اینی که اوولماک یعنی آب شدن برف رو میسازه، اوولماک، او. خب اینجا که در ترکیبات دیگر ترکی مثلا اردو به معنی آبی که بعد چلونده شدن، بعد اووماک اخذ شده، اردو، arındırmak, arındırıcı یعنی arındırmış su. و این او یک بخشه. یکی دیگه بو هست که بولاخ میاد وقتی به حالت منجمد شده در میاد. بوز وقتی به حالت بخار شده، بوهار، بخار، یعنی این بو رو هم داخلش داره. همین بخاری که کلمه که میگیم میاد بوغ رو میسازه، بولوت رو میسازه. این احتمالاً آب زیرزمینیه، چون ما در کلمه بولاخ این رو مشاهده میکنیم. و سو، سورونن، چون که سو در داخلش یا از خودش کلمات سورمک رو ساخته. سورمک یعنی راندن، سورمک، سورتمه یا سرمه، این هم حالتی از کلمه است. این داره حرکت میکنه و به خاطر همین حرکتی که سرمه نام گرفته که پیامبران ازش استفاده میکردن، چون سیاه میکنه ناحیه دید شما رو، از ورود
بیشتره نور به چشم جلوگیری میکنه و محافظ چشم شما هم هست. در مناطق قطبی، در مناطق برفی که اون عینک‌های اولیه رو اگه نگاه بکنید یه حالت بسیار تنگ داره، برای اینکه اون زاویه دید نور شما رو کمتر میکنه و اصلا تنگ شدن چشم ها در مناطق این که میگم آب و هوا چقدر تاثیر میذاره روی تغییراتی که رو بدن میبینیم، یا سفید شدن پوست، تغییر رنگ چشم ها، همه اینها تاثیرات طبیعت روی ما که روی زبان هم گفتیم چقدر تاثیر داره. این تنگ شدن چشم ها در نواحی شمالی به خاطر این قضیه است، چون نور زیادی به خاطر اون برفی که سفیدی که همه جا هست و این میبینید تو روزهای برفی ناخودآگاه وقتی بیرون میرید چشاتون شروع به جمع شدن میکنه، این حالتی میشه. این دلیلیه که کم کم طبیعت شیپینگ طبیعت، یعنی شکل میده به ساختار رخ و چهره ما و این تغییرات همه به خاطر، وگرنه همه ما از یک ریشه هستیم، یک زبان اومده و این زبان پخش شده در حالت اولیه و بدوی، یه صداهای همچین شکلی ساخته بودن، مثلا به این میگفتن کاسری دستش گرفته میگه گا گا گا، میداده به اون یکی و اون یکی هم همین رو گرفته و بعدن رفته با این یک سری کلمات دیگه ساخت. اینجوریه که وقتی میگن ترکی زبان مادره، در اون مرحله که بقایای تاریخی هم همین رو نشون میده، ترک ها اولین کسانی بودن که در دنیا شروع به حرکت هدفمند کردن با رفاقت با حیوانات که در اول گوزن بود. اینها با این ایجاد رفاقت، چون اونها مسیرها رو میدونستن و با رصد آسمان و اینکه افکار آسمانی اونها، افکار آسمانی وقتی میگیم به خاطر همین چون این رصد و این علوم هست که شکل داد. در نهایت حالا تو جلسه امروز این مراحل ابتدایی رو یکم با هم بررسی کردیم، روند ساخت دری و پیش زمینه نیاز بود که برای اینکه بدونیم از کجا باید به کجا بریم. در ریشه شناسی ها اون بنها رو وقتی نشون میدیم، وقتی تامغه ها رو داریم در موردشون حرف میزنیم، بدونیم چه چیزهایی بوده و بعد این ورود کامل به کلمات میکنیم. حالا مثلا سو، بو، او رو فرقشون رو فهمیدیم در کلماتی که ساختن، او، اوبا، اووا به شکل قدیمیش مورد استفاده و همه جایی که آب هست این او مورد استفاده از آواجک و کلمات دیگر. این یه پیشگفتار بود برای اینکه بریم داخل قضیه زبان، یه سری از علوم دیگر، یه سری از جاهای دیگر، چون اینجا ما میخوایم به شکل کامل و مهندسی شده با فهم درست از تمامی مطالب بریم داخل قضیه به صورت خیلی ریشه‌ای و جای گنگی نمونه، چون این فرصت رو داریم و این ویدیوها ماندگار خواهد بود. اسنگالان یا شاید